سرایت سراسری کرونا در عرفه ماه شریف رمضان عالم اسلام را در پیشروی انتخاب جدی قرار داده است. اولا در اکثر کشورهای عالم مردم باید از هم جدا در کرانتین باشند و ثانیاً طاعت و عبادت و نشست‌های دست جمعی که از رکن‌های مهم ماه رمضان است باید تنها در خانه برگزار گردد. من در خانه‌مان جای برای نماز تهیه کردم. من فرزندانم را سرجم نمودم و جای را با خواست خدا برای نماز مشترک شام، خفتن، تراویح، قیام و بامداد تنظیم کردیم. طوری گفتم هدف جلوگیری از سرایت سراسری بیماری ها می باشد. ماه رمضان در کشورهای اسلامی روزهای 23 و 24 اپریل آغاز می یابد. این ماه است که مردم جمع شده طاعت و عبادت و خیر می کنند. اما امسال تخمیناً 1,800,000,000 مسلمان عالم ماه شریف را در شرایط وضع فوق‌العاده، مسجدهای بسته و رژیم گوشه‌نشینی سپری خواهند کرد. در اردن طاعت و عبادت محدود اجازت داده می شود. بعد ایام شهر رمضان المبارک، ماه شریف رمضان بعد چند روز آغاز می یابد. در دوام این ماه نماز تراویح باید در خانه خوانده شود. مسجدها برای تراویح باز نمی شوند. در تاجیکستان هم مسجدها بسته و پیشوایان اسلامی به مسلمانان مشورت دادند که طاعت و عبادت را در خانه ادا نمایند. بازارهای شهری قاهره مصر که شبانه روزی کار می‌کردند حالا در شرایط قیود شبگردی مربوط با سرایت کرونا فقط روزانه باز هستند. در اندونزیا فروش غذا محدود شده است. تاجران میگویند ما باید آرامی را از دست ندهیم و از خدا مغفرت طلبیم. در دوره سرایت بیماری که حالا شاهدش می باشیم باید زیاد نماز استغفار بخونیم و آرام باشیم. ما نباید از مکان خود بیرون شویم. اکثر شارحان پیش بینی میکنند که چنین وضع شدید تا آخر ماه رمضان تغییر نخواهد یافت.